از همین تسبیحات از زهرا هست بعد نماز. میدونید این شفاعته؟ به خود شفاعت برای کیه؟ برای کسی که نمازو بگید خونده رسیده. میدونید کارش چیه این تسبیحات؟ پر کردن خلأهای نماز. میگه اون خلأ نمازو چیکار میکنه؟ کم کاستی نمازتون پر میکنه. برای همین سفارش شده حتما انجام بدید تا جایی که میتونید. اون دو تا سجده شکری که آقا صاحب زمان فرمود بعد نماز بلافاصله انجام بدید. دو تا سجده میرین دستور آقا صاحب زمان. چقدر آقا تاکید بر نماز داره. ما ارغب انف الشیطان به مثل الصلاه. هیچی مثل نماز پوزه شیطان رو خاک نمیکنه. اون میگن خلأ رو پر میکنه. شفاعته. نماز کامل و کافی و وافی نبوده، خب با اون میاد خلأش رو پر میکنه. مثل یه بتونه کشیدنی که این کم و کاستی ها و این سوراخ موراخ ها رو همه رو پر میکنه.